من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات. الله می فرماید امروز حلال است برای شما طیبات، مالهای پاکیزه. و طعام الذین اوتوا الکتاب حل لكم، طعام کسانی که کتاب داده شدن حل لكم حلالا برای شما. هنوز از محللات بحث نه. و طعامکم حل لهم، و طعام شما حلال استن برای اونها، یعنی اونها از طعام شما هم میخورن، از خوراکی های شما. ببینید طعام کسانی که اهل کتاب هستند، گرچه اینجا بعضی از فقهای ما قید گذاشتن، شرط گذاشتن که اونها به نام خدا ذبح بکنند، به نام خدا ذبح بکنند. اما در همون زمانی که قرآن نازل شد اهل کتاب اهل شرک بودند. اهل کتاب چی بودند؟ اهل شرک بودند. روی این بسیاری از فقها گفتند که این شرط نیست، فقط ایمان به کتاب آسمانی داشته باشد، چون که ایمان به کتاب آسمانی طبع انسان را سلیم میگرداند، انسان نجسخوار نمیشه. لذا در کتابهای اونها هم شرائعی هست، دستوراتی هست که اونها قطعا اون شرائع را چکار میکنند؟ رعایت میکنند. لذا اینکه حتما با نام خدا و اهل توحید باشند، این شرط را قرآن نگذاشته. قرآن در زمانی گفته طعام اهل کتاب برای شما حلال هستند که در همون زمان قرآن هم میگه وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله. پس این شرط نیست. اما یک نکته هست که علماء معاصر گفتند که اهل کتاب معاصر بر کتاب خودشان پایبند نیستند. میبینید گاهی در به هر حال بعضی برنامه‌های تلویزیونی که اینها اون اهل کتاب از حقیقی نیستن، اینها ملحدین، نامشون مسیحی یهودیه. اینا در واقع ایمانی به کتاب آسمانی ندارند، اینها تقید ندارند که خودشون را مقید به کتاب بدانند، مقید به ضابطه و به قانون بدانند. اینها به هر حال هر چی که منافعشون ایجاب بکنه خواهند کرد. به این خاطر گفتن اهل کتاب عصر ما از ذبیحهشون چی بشه؟ احتیاط بشه بهتر هست، مگر اینکه جای انسان بدوند که اینها تقید به همین کتاب خودشون دارند. چون که اگر کسی تقید داشته، ولی مسلمانان متاسفانه امروز تقید ندارند. کسی که به کتابش پایبند باشه هیچ وقت بلا تشبیه گوشت سگ را به جای گوشت گوسفند عرضه نمی کند، گوشت الاغ را به جای گوشت شتر نمی فروشد. این یکی از علتهای اصلی که اهل کتاب، چون اهل کتاب تقید دار، لاشخور نیست. اون چی که قانون کتابش هست که بر اساس طبع سلیم است بر او عمل می کند، بر او عمل می کند. ما هم مطمئنیم، به ما هم همونی که خودش درست می داند می دهد. اما وقتی که این مسئله نباشد، اون وقت لازم نیست که انسان از ذبیحش بخوره.
والمحصنات من المؤمنات، همچنان زنان پاک دامن حلال است برای شما از مؤمنات. والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب، زنان پاک دامن از کسانی که کتاب داده شدن من قبلکم، اهل کتابی که بر دین خودش مقید هست. اذا آتیتموهن، زمانی که شما دادید به آنان اجورهن، مهرشان را، محسنین غیر مصافحین، در حالی که نظر شما چی باشد؟ نیت شما محسنین، هدف شما پاک دامنی باشد، در حالی که شما پاک دامنی را اختیار بکنید. غیر مصافحین را خواندیم که چرا؟ شهوترانی هدفتون نباشد، هدفتون پاک دامنی باشد، فقط شهوترانی ارضاء جنس نباشد، خودمون را تخلیه بکنیم، ارضا بکنیم. غیر مصافحین در چه صورتهای صدق میکند؟ یکی از صورتهای مصافحین زنا هست، العیاذ بالله. زنا کسی میره انجام میده که فقط میخواهد ارضا بکند خودش را و نیاز جنسیش را برآورده بکند. هدف از نکاح این نیست. هدف از نکاح عفت و پاکی هست، پاکی جسم، پاکی چشم، پاکی همه چیز، پاکی خانواده، توالد، تناسل، خیلی فلسفه ها دارد نکاح. اما زنا چیه؟ در زنا ارضا هست، شهوترانی هست و همچنین در نکاح موقت از دیدگاه ما. غیر مصافحین ما میگیم هم رد زنا هست، هم رد نکاحایی که در اونجا هدف شهوترانی هست، برای 2 ساعت، برای 1 شب. هدف چیه؟ 1 شب میخواد خودش را ارضا بکنه، میخواد تخلیه بکنه خودش را، میخواد نیاز جنسیش را برآورده بکنه. الله میفرماید نکاحی باشد که هدف پاک دامنی باشد، غیر مصافحین، شهوترانی نباشد. ولا متخذی اخدان، اینکه اونها را به صورت دوست که رابطه دوستی با اونها داشته باشد، این هم نباشد، به این هدف نباشد، بلکه هدف همون که عرض کردیم. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، الله می فرماید که هر کسی که به ایمان کفر بکند، یعنی به آنچه که خدای عزوجل از ایمانیات فرستاده، در رأس ایمانیات چیه؟ توحید هست، رسالت هست، معاد هست، این تمام عملش ضایع شده. و هو فی الاخرة من الخاسرین، در آخرت هم از چی هست؟ از خاسرین هست. ببینید اینجا در واقع و من یکفر به ایمان جواب شبهی هست، جواب سوالی هست. سوال اینه که وقتی که ذبیحه اهل کتاب برای ما حلال است، زن اهل کتاب هم برای ما مسلمانان حلال است، پس معلوم میشه که مذهبشون هم مذهب پسندیده ای هست، مذهبشون هم مذهب پسندیده ای هست که خدا میفرماید هم از زنانشون بگیرید، هم چی کنید؟ ذبیحهشون را بخورید. الله میفرماید نه، این جواب سوال مقدر. و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، بحث ایمان جداست. این بحث از کنم که حسن معاشرت در اسلام همیشه بوده و خواهد بود. اسلام دستور داده که ما با همه هم نوعان خودمون، با همه افراد بشر ما ارتباط خوب داشته باشیم. این من جمله از اون قدم های حسنه هست که اسلام برداشته. این به معنی تایید دینشون نیست، به معنی تایید مذهبشون نیست. الله می فرماید و من یکفر بالایمان فقد حبط عمله، به ایمان که ایمانیت اول توحید و رسالت و قیامت، که اینها ایمان ندارند، اون که عملی ندارد، اون دین ندارد. و هو فی الاخرة من الخاسرین، در آخرت از زیانکاران است. خب این در ادامه بحث تحریمات الله، الله تعالی چرا بیان میفرماید؟ یکی از امور مصلح، عرض کردم گاهی در میان امور انتظامیه، امور مختلف، احکام، الله تعالی
امور مصلحه بیان میفرماید که اینها ممد هستند. مثلا نماز از امور مصلحه است. کسی که نماز میخواند اون پایبند همه احکام. لذا در این آیه در رابطه با نماز الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، اذا قمتم الى الصلاة، وقتی که شما برخاستید برای به سوی نماز، فاغسلوا وجوهکم، اون نماز خودش طهارت روحانی هست. الصلاة میتونه بنویسید طهارت روحانی، فاغسلوا وجوهکم بنویسید که طهارت جسمانی. قبل از اون طهارت جسمانی برای این طهارت روحانی چیه؟ لازم هست. فاغسلوا وجوهکم، چهره تان را شستشو کنید، و ایدیکم، و دستها را، الی المرافق، تا مرافق، همراه با مرافق، وامسحوا برؤوسکم، و سرهایتون را مس کنید، و ارجلکم الی الکعبین، و پاهایتون را بشوید به کعبین. و کسی که با عربیت آشنا باشد میداند که و ارجلکم چی هست؟ ارجلکم منصوب هست و نصب منصوب بر منصوب چیه؟ عطف هست. فاغسلوا وجوهکم، فاغسلوا ارجلکم، چهره را بشویید و پاها را بشویید. خب چرا در کنار وجوه قرار نگرفت؟ به خاطر ترتیب اینه که شستن پاها چی هست؟ آخر هست. خب دلائل عقلیش، دلائل حدیثیش بیشمار هستند، زیاد هستند، شما خواندید در کتابها، هم در کتابهای فقه هم در کتابهای حدیث. اما این حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید ویل للاعقاب من النار، این حدیث مؤید این تفسیر است که اون انسانی که کوز پا و پشت پایش مقدار ناخن خشکی دارد، رسول الله ویل میفرستد، چه برسد اون انسانی که کل پایش خشک بماند. پس هیچ وقتی مسح نمیتواند چی باشد؟ برای ارجل کافی باشد. خب قرائت جر هم هست، درسته؟ و ارجلکم، ارجلکم خود توجیهات معروف هستند. جر برای جوار هست، برؤوسکم و ارجلکم، یا اینکه جر در صورتی چی هست؟ خفین هست، تخفف هست. وقتی که انسان موزه داشته باشد در اون صورت چی هست؟ مسح هست. و این کنتم جنبا فطهروا، الله می فرماید اگر شما جنوب بودید، فطهروا، خوب پاکیزگی، مبالغه هست، یعنی تا جایی که پاکیزگی ممکن هست شما بکنید، برسانید آب را. و این کنتم مرضا او علی سفر، اگر شما مریض بودید، مشروعیت تیمم، او علی سفر، یا بر سفر بودید، او جاء احد منکم من الغائط، یا کسی از قضای حاجت آمد، او لامستم النساء، یا هم خوابی داشتی با زنها. بر اساس تفسیر قبلا این آیه را خواندیم، تفسیر امام ابو حنیفه رحمه الله، یا بر اساس تفسیر امام شافعی، مس به معنی مس ید هست حقیقی. فلم تجدوا، نیافتید ماء آب، فتیمموا صعیدا طیبا، الله می فرماید شما تیمم بکنید با خاک پاک. صعید سطح الارض و وجه الارض را میگن، خاک پاک. چطور تیمم؟ روش تیمم، فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم منه، شما مس بکنید چهره هایتان را و دست هایتان را، منه از آن صعید. ما یرید الله لیجعل علیکم، حکمت مشروعیت تیمم، چرا خدا تیمم را مشروع کرد؟ چون که الله نمیخواهد که بر شما حرج بکند، لیجعل علیکم من حرج، قرار بدهد برای شما هیچ نوع حرجی، ولکن یرید لیطهرکم، اما الله میخواهد شما را پاک بگرداند. تأکید تعمیل، خدا میخواد پاک بگرداند، عمل بکنید به دستور خدا پاک میشید. ولیتم نعمته علیک، و تا اینکه نعمت را الله علیکم بر شما تکمیل بگرداند، لعلکم تشکرون، شاید شما قدردان باشید. ترغیب شکر، شما قدردان باشید، پس شما قدردانی بکنید. قدردانی چیه؟
در مقابل این همه نعمت الله عزوجل خدا را یاد کنید، پیمانش را پایبند باشید. واذکروا نعمت الله علیکم، الله می فرماید یاد کنید نعمتهای الله را بر خودتان، و میثاقه الذی، و پیمان الله را الذی واثقکم به، اون پیمانی که خدا با شما بسته. الان خواندیم در اوفو بالعقود، منظور از پیمان قول راجح بعد از اون همه اقوال که خواندیم اینه که تمام شرائع، واجبات و دستورات الهی، اوامر، منهیات، اینها جزء پیمان هستند. اذ قلتم سمعنا و اطعنا، زمانی که شما گفتید به وقت التزام، یعنی وقتی که شما خود را ملزم به این پیمان کردید گفتید سمعنا و اطعنا، سمعنا بار اله ما شنیدیم و اطاعت میکنیم. واتقوا الله، این ترغیب هست به سوی اخلاص. واتقوا الله، و همچنین نسخه عمل است، انسان از خدا بترسد، احکامش را به جا می آورد، فرائض را به جا می آورد، از منهیات الهی می ترسد. واتقوا الله، فقط و فقط از الله بترسید. چرا؟ علت چیه؟ ان الله علیم بذات الصدور، به درستی که الله علیم هست به اسرار سینه ها، چون که خدا از اسرار دل شما خبر داره، لذا فقط از الله بترس. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله، الله عزوجل در اینجا باز هم تأکید می فرماید که شما حقوق الله را رعایت کنید، در حقوق خدا کوتاهی نکنید. یا ایها الذین آمنوا كونوا قوامین لله، قوامین لله پایین نیست، بنویسید حقوق الله، شما قائم بیستید، قیام کنید برای حقوق الله، حقوق الله را احیا کنید، حقوق الله را بجا بیاورید، در حالی که شهداء بالقسط، گواهان عدل و انصاف باشید. بنویسید در حقوق العباد کونوا قوامین لله، تأکید بر حقوق الله هست، بر پاکنندگان حقوق الهی باشید، در حالی که شهداء بالقسط، گواهان چی باشید؟ قسط و انصاف باشید. در حقوق العباد الله تعالی دستور به چی داده؟ عدل و عدالت. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، قبلا خواندیم در رکوع گذشته، ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا، این همو اعاده لبعد العهد است. تعدی نکنید و بی‌عدالتی نکنید، بی‌عدالتی نکنید. الله میفرماید بغض باعث نشه. متاسفانه امروز انسانها را تعصب از بین برده. وقتی که تعصب هست، تعصب قومی، تعصب مذهبی، دینی، اون وقت انسانها بقیه انسانها را نادیده میگیرند، صلاحیت هایشون را، ارزش هایشون را نادیده میگیرند. الله عزوجل میفرماید یه وقتی تعصب باعث نشه که شما عدالت را زیر پا بگذارید. ولا یجرمنکم، این خطاب به چه کسانی است؟ به مسلمانان. شما مسلمانان حتی نسبت به کفار، به دشمنان خدا، شما باید که ظالم نباشید، عدالت را نادیده نگیرید. ولا یجرمنکم، تحریک نکند شما را، برانگیخته نکند، شنآن قوم، بغض با قومی، علی الا تعدلوا، بر این که شما عدالت نکنید. گرچه اساتید و بزرگان ما نوشتن در معاملات، ولی الا تعدلوا عام هست، در هر چیزی بی‌عدالتی نکن، در مناصب، در پست ها، در تفویض امور، در اختیارات مملکت. وقتی که میبینی که این اندیشه است مثل اندیشه من نیست، اما صلاحیت دارد، ارزش دارد، تخصص دارد، کارشناس هست، لذا به خاطر
تعصب اندیشه، تعصب قومی، تعصب فامیلی، تعصب دینی مذهبی، اون را در حاشیه نزن. این بغضی که با او داری به خاطر دین، به خاطر مذهب، این باعث نشه که عدالت را زیر پا بگذاری. خدا عدالت را دوست دارد. حتی نسبت به دشمنان خدا هم انسان باید چی باشد؟ عادل باشد. در میدان جهاد هم میگه واتقوا الله. اونجا که باید بکش باشد دشمن را، الله میفرماید واتقوا الله، اونجا هم از خدا بترس. این دین اسلام هست. لذا الله میفرماید اونایی که واقعا به نام اسلام بی‌عدالتی میکنند، ظلم میکنند، اونها اسلام را نفهمیدند. اون رأفتی که اسلام داره، رحمتی که اسلام داره، توصیه به تقوایی که به اسلام داره، توصیه به عدل و قسطی که اسلام داره، در سخت‌ترین شرایط اسلام میگه مسلمان باید پیکر چی باشد؟ عدالت، الگوی عدالت. ولا یجرمنکم شنآن قوم، بغض قوم شما را باعث نشود که علی الا تعدلوا، بر اینکه شما عدالت نکنید، عدالت را زیر پا بگذارید. اعدلوا، الله می فرماید اعدلوا، بلکه حتما شما عدالت کنید. هو اقرب للتقوی، اون عدالت نزدیکتر است به تقوا. ببین اینجا توصیه هست مسلمانان را، نسبت به مسلمانان نیست. نسبت مسلمان، مگه مسلمان بغض دارد؟ این توصیه نسبت به کیه؟ به کفار از غیر مسلمانان. در حق اونها بی‌عدالتی نکن. هو اقرب للتقوی، تقوا همینه. تقوا همینه که در حق هندو، در حق سیک، در حق غیر مسلمان هم عادل باش. هو اقرب للتقوی، چون بنده خدای عادل هستی، نماینده خدای عادل هستی. هو اقرب للتقوی، این به تقوا نزدیکتر هست. واتقوا الله، نسخه عدل بنویس، نسخه عدل، از الله بترس. ان الله خبیر بما تعملون، این نسخه تقوا است. میخوای تقوا حاصل کنی، هر جا خداوند هم نسخه عمل را بیان میکند، هم نسخه تقوا را. تقوا میخوای به دست بیاوری، ان الله خبیر بما تعملون، میدونی که به همه اعمالت، همه حرکاتت، همه مخفی و سرت را الله خبر دارد. این را استحضار داشته باش، باور داشته باش، اون وقت تقوا نصیبت میشه. وقتی که مسلمان اینگونه باشد، بشارت و مژده از سوی الله متوجهش میشه. لذا بعد از اینکه مسلمان را، بندگان خودش را الله به این توصیه ها توصیه فرمود، اکنون بشارت، و این بشارت به نوعی ترغیب تعمیل است. بنویسید ترغیب تعمیل، یعنی اگر عمل کردید این مژده ها در انتظارتون. الله می فرماید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد فرموده الله عزوجل با کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند، لهم مغفرة و اجر عظیم، دفع مضرات جلب منفعت. برای آنان مغفرت هست، بخشش گناهان، دیگه برای سیئات جزایی نیست، این دفع مضرت. و اجر عظیم. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، تخویف اخروی، کسانی که کفر بکنند و تکذیب بکنند آیات ما را، اولئک اصحاب الجحیم، اینها اهل جهنم هستند، اینها صاحبان جهیم هستند، جایشون جهنم است. هر جا که تبشیر باشد در کنارش تخویف، و هر جا که تخویف باشد در کنارش تبشیر، تا اینکه تعرف الاشیاء بازدادها. اکنون الله عزوجل مضمون سابق را، یعنی نعمتهای خودش را یادآوری می کند. الانسان عبید الاحسان، وقتی که نعمتها یادآوری می شوند بار بار در کلام الله مجید، انسان اون وقت گوش به فرمان میشه. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله، ای مؤمنان نعمت الهی را یاد آور باشید، علیکم که بر شما هستند. اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم،
زمانی که قصد کرد قومی بنویسه مشرکین مکه چه تسلطی چه غلبه‌ای داشتن در مکه و مسلمانان در چه وضعیت ضعیفی بودن. اذ هم قوم، وقتی که قصد کرد قومی، ان یبسطوا الیکم ایدیهم، این که دستهای خودشان را به طرف شما بلند بکنند و به شما تجاوز بکنند، شما را از بین ببرند، شما را شکنجه بدن، شما را نابود کنند. فکف ایدیهم عنکم، الله دستهای اونها را باز داشت از شما، به شما دستور هجرت داد، شما را نجات داد و حفاظت فرمود. واتقوا الله، اصول فوز، اول تقوا دوم توکل. واتقوا الله، از الله بترسید، خوف خدا را در وجود داشته باشید. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، همان گونه که در زمانی که هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم خداوند شما را نجات داد، مؤمنان باید همیشه بر خدا توکل داشته باشند در هر مشکل، در هر مصیبت، به شرطی که با خدا باشند الله عزوجل اونها را نجات میده، حفاظت میکنه. فقط و فقط بر الله توکل کنن مؤمنان را، توکل کنن مؤمنان بر خدا. ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، ببینید به ما خداوند فرمود که اوفوا بالعقود، به ما دستور داد کونوا قوامین لله شهدا، ما به عهد و پیمانی که با خدا داشتیم پایبند باشیم. مجدد فرمود واذکروا نعمت الله علیکم و میثاقه الذی واثقکم به، پیمان محکمی که خدا با شما بسته شما پایبند باشید. تمام این سوره تأکید بر این دارد که مسلمانان بر پیمان پایبند باشید، بر عهد پایبند باشید. چه اون عهدی که با خدایتون دارید، در رأس پیمان ها اون پیمان هست، چه اون پیمان هایی که با خودتون دارید. چرا؟ ببینید که نمونه اول نقض عهد بنویسید، نمونه اول. ببینید بنی اسرائیل هم پیمان کرد، با خدا پیمانی داشت. جاهایی که پیمان بنی اسرائیل در قرآن یادآوری شده این پیمان است. هر جا میخوانیم اذ اخذنا میثاق بنی اسرائیل، اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور، اون پیمان چیه؟ اینه که اینجا خداوند اون پیمان را یاد کرده. اونها پیمان شکنی کردند، عهد شکنی کردند، نتیجهشون رو هم ببینید. لذا شما مسلمانان مثل اونها نباشید. الله می فرماید ولقد اخذ الله میثاق بنی اسرائیل، الله عزوجل پیمان گرفت از بنی اسرائیل. و بعثنا منهم 12 نقیبا، تأکید اول، خداوند بر هر گروهی سرگروهی تعیین کرد. بعثنا منهم، ما برانگیختیم از آنها، انتخاب کردیم 12 نقیبا، 12 تا سردار، 12 تا نماینده که در رأس تیره هایشون بودند. اما خلاصه عهد وقال الله انی معکم، تأکید دوم هم است. الله فرمود من با شما، این معیت معنوی، من با شما یعنی یار و یاور شما، ناصر و مددگار شما. اما این پیمانی است که از طرف خداست تعمیل میشه. شما باید چی کنید؟ لئن اقمتم الصلاة، یک، نماز را پایبند باشید، اعمالتون خوب باشد. و آتیتم الزکات، زکات پرداخت کنید، اخلاقتون خوب باشه. زکات که انسان میده، زکات نوع همدردی هست، مواسات هست، فقیر را به نوا رسانیدن هست، اینا تمام جز اخلاقیاتند. و آمنتم برسلی، عقاید، عمل، اخلاق، عقیده. و آمنتم برسلی، ایمان بیاورید به رسول من، رسول الله صلی الله علیه وسلم از جمله اون رسول هست. و عزرتموهم، اگر شما ایمان آوردید، اگر شما نماز برپا کردید، اگر شما زکات دادید، و عزرتموهم، اگر شما آنها را یاری رسانیدید، یاری کردید، کمک کردید رسول را، امداد پیغمبران. و اقرضتم الله، اینجا یک
نکته توحیدی بازم بگم، اساتید ما می گفتند و عزرتموهم، پیامبران نیاز به کمک شما دارند برای پیشبرد دین. کسی که خودش نیازمند باشد نمیتونه نیاز برطرف بکند. کسی که خودش نیاز به نصرت دارد، نیاز به یاری دارد. من انصاری الی الله، من انصاری الی الله ای فی دین الله. عیسی که بزرگترین پیغمبر است که بیشتر مورد عبادت قرار گرفته، عبادت مشرکان. اینقدر که عیسی را از پیغمبران پرستش میکنن هیچ کسی را نمیکنن، اما خداوند از اون هم یاد میکنه که عیسی هم گفت که ای مسیحیان من انصاری الی الله، کما قال عیسی ابن مریم من انصاری الی الله. پس اینجا هم خداوند میفرماید و عزرتموهم، پیامبران را یاری برسانید. و اقرضتم الله قرضا حسنا، به خدا قرض دادید، قرض حسنه. پس اون آتیتم الزکات انفاق واجب هست و این انفاق چی هست؟ نفلی هست. به خداوند قرض دادید، اون وظیفه هست. اونجا قرض و حسنه نمیگه، اون وظیفه هست، مسئولیت هست، اما اینجا مازاد بر وظیفه. قرض دادید به خداوند قرض حسنه. الله چیکار میکند؟ در مقابل که گفت انی معکم، این ثمره ایفا از سوی الله است. لأکفرن عنکم سیئاتکم، البته حتما کفاره میکنم سیئات شما را، یعنی جزای سیئات را از بین میبرم. دوم این دفع مذره شد. دوم ولادخلنکم جنات، الله میفرماید حتما شما را داخل میگردانم در جنات، باغاتی که تجری من تحتها الانهار، از زیر کاخها و از زیر ساختمانهایش، از زیر درختان و باغها و بساتینش نهرها جاری است. اما ثمره نقض بنویس فمن کفر بعد ذلك، هر کسی که کفر بکند بعد از این، فقد ضل سواء السبیل، اون انسان گمراه میشه از راه راست. بعضی سواء السبیل را تفسیر کردن العهد، اون عهد و پیمانی که با خدا بسته، اون عهد را گم میکند، اون عهد را فراموش میکند، اون عهد را پشت سر می اندازد. به هر حال این ثمره نقض را خداوند بیان فرمود هر کسی داشته باشد. اما عرض کردیم این یک نمونه خدا میخواد تعریف کنه برای ما. بنی اسرائیل چی کار کردن؟ بنی اسرائیل در عهد شکنی معروفه، در نقض عهد معروف است. الله میفرماید اونها چی کردند؟ نقض کردند، پیمان شکستند. نتایج نقض را ببین، چند چیز هستند. یک، لعنت، از رحمت خدا فاصله گرفت، دور شد. دو، قساوت قلبی. سه، تحریف تورات. چهار، نسیان تعلیمات الهی، همه چیز را فراموش کردن. پنج، انحماک فی الخیانت، اصلا خیانت شد شغل دوم. بعد از اون اینها همه به سبب چی شد؟ به نحوست نقض عهد. لذا خداوند به ما مسلمانان گوشزد می کند که ما اگر یک جا خیانت بکنیم این خیانت متعدی میشه. همون که قبلا عرض کردم انسان گاهی یک گناهی انجام میده، پروا و ابا ندارد، این گناه به زعم خودش کوچک است، اما این گناه کم کم میره تا کبائر انسان را میرساند، تا به قتل نفس انسان را میرساند، به کشتن خون انسان ها، به مفاسد دیگر. لذا این گناه متعدی میشه. اونها هم نقض عهد کردند، نقض عهد اونها را به کجا رسوند؟ آخر قتل انبیا کردند. بهترین انسان ها را، انبیاء خدا را چی کردند؟ کشتند، شهید کردند. لذا الله می فرماید فبما نقضهم میثاقهم لعناهم، به سبب نقضشان میثاق خودشان را، پیمان خودشان را، لعناهم، ما لعنتشون کردیم. بنویسید نتیجه اول نقض لعنت.
دوم وجعلنا قلوبهم قاسیه، نتیجه دوم قساوت قلب. الله می فرماید ما دلهایشان را سنگ کردیم، سخت کردیم. سوم یحرفون الکلم عن مواضعه، کتاب خدا را تحریف کردند. چهارم و نسوا حظا مما ذکروا به، نتیجه چهارم یک بخشی را از آنچه که تذکر داده شده بودند اینها فراموش کردند، تعلیمات الهی را، اصلا نسیان بر اونها غالب شد. پنجم ولا تزال تطلع على خائنة منهم، همواره شما مطلع میشید بر خیانتی از آنها. خائنة اینجا فاعل هست به معنی مصدر، خائنة علی خیانة. یعنی چه؟ علامه آلوسی میگه معنی این آیه این است که غدر و خیانت شده خوی اونها، طبع اونها، شغل اول و دوم اونها. والمعنى ان الغدر والخیانه عادة مستمرة لهم، بعد از این همه پیمان شکنی، نقض و غدر و خیانت عادت همیشگی شده، لهم و لاسلافهم، هم برای اونها هم برای اسلافشان. کما یعلم من وصفهم بالتحریف و ما معه، چنانچه هر کسی که اونها را وصف کنه میداند که اینها متصف با تحریف و چیزهایی که هستند، اینا خیانت ها هستند. خیانت هایی که اینها کردند در طول تاریخ اصلا نسبت به بشریت، نسبت به انسانیت، این خیانت ها فراموش نشدنی هستند. پس الله میفرماید همواره اینها خائنینند. امروز هم تمام دنیا که روی امنیت را به خود نمی بیند، روی آرامش را به خود نمی بیند و همه دنیا جنگ هست، تندروی هست، به قول خودشان عرض کنم که تروریستی هست و تروریست هست، بازم ریشش به خود اونها برمیگردد. علت تمام این نابسامانی های دنیا بازم خیانت یهود است، خیانت اهل کتاب هست. لذا الله اینها را پیشگویی فرموده ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا قلیلا منهم، اندکی که مؤمن هستند. اما كما يعلم من وصفهم بالتحریف و ما معه، روح المانی. لذا الله می فرماید رسول الله را فاعف عنهم واصفح. الان با این همه خیانت ها اینها قومی هستند که باید اینا را تار و مار بکنیم، ولی معاهده داریم، ما پیمان داریم، معاف کن، درگذر باش. ان الله يحب المحسنین تعلیلیه هست. علت اینه که خداوند محسنین را دوست دارد. شما احسان کنید، شما بد نکنید. گفتم خدمت شما که جهاد در چه مواقعی لازم هست. خب نمونه دوم نقض عهد، این نقض عهد یهود بود، اکنون نقض عهد نصارا. نمونه دوم الله می فرماید و من الذین قالوا انا نصارا، از کسانی که ایمان قالوا انا نصارا گفتند ما نصارا هستیم. نصرانی می گفتند اما نصرانی نبودند، مشرک بودند، شرک می کردند. اخذنا میثاقهم، ما پیمانشان را گرفتیم. فنسوا حظا مما ذکروا به، الله می فرماید فراموش کردند بخشی را از آنچه که تذکر داده شدند. نتیجه این نقض عهد اختلاف، دوگانگی، چند دستگی تا قیامت. فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء، الله می فرماید واقع کردیم ما بین آنها عداوت و بغض را در روز قیامت تا روز قیامت. مسیحیان با وجود اینکه به زعم خودشون مظلوم واقع شدند، عیسی علیه السلام به دار زده شد، اما چنان گروه ها و فرقه هایی دارند که در کتاب ها نوشته 1001 گروه هستند و با هم اختلاف دارند، هم دیگر را اصلا اونها علی الحق نمیدانند و به هیچ وجه اونها با هم وحدت
ندارند. به هر حال الله میفرماید که این نتیجه، ما شاید اطلاعاتمون در رابطه با مسیحیت و مذهب مسیحی کم هست، ولی اون چی که قرآن گفته اونها فرق مختلفی هستند، چه کاتولیک ها باشند، چه پروتستان ها باشند، چه فرقی که در کتاب ها با عنوان های قدیمی هستند، فرق مختلفی هستند، هر یکی دیدگاه های بسیار متفاوتی دارند. الله میفرماید فاغرینا بینهم العداوة والبغضاء، عداوت و بغضا را واقع کردیم بینشان تا روز قیامت. این ضرر دنیویشون هست، بنویسی فاغرینا ضرر دنیوی. اما اخروی و سوف ینبئهم الله، ان قریب خداوند خبر میدهد آنها را بما کانوا یصنعون، عمل کردشان را، که اونها چه عمل کردی داشتند، عمل کردشون را خداوند بهشون بیان می‌کنه. اکنون ترغیب است، این بخش دوم سوره هست. نفی شرک فعلی در بخش اول سوره بود، تحریمات الله، تحریمات غیر الله. اینجا نفی شرک اعتقادی هست. شرک اعتقادی و شرک فی التصرف ما به تفصیل بالخصوص در حوامیم خواندیم، نیاز به شرح و بسط زیاد ندارد. الله می فرماید یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، خداوند می فرماید ای اهل کتاب، پیامبر ما آمد، یبین لکم، شأن و جایگاه علمی، پیغمبری که امی هست اما خیلی عالم هست، جایگاه علمیش را با وجود امی بودن ببینید. الله می فرماید یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، بیان می کند بسیاری از آنچه که شما مخفی می کردید از کتاب، خیلی را که شما پوشیده می کردید، کتمان می کردید، تحریف می کردید. پیغمبر میگه اصلش در دین شما چی هست. و یعفو عن کثیر، شأن اخلاقی، جایگاه اخلاقی، بسیاری را پیغمبر چی می کند؟ درگذر میشه. مواردی که از اصول هستند، از مهمات هستند، اونها را وظیفه داشت بیان کنه. لذا الله می فرماید قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. الله می فرماید آمده پیش شما از جانب الله نور. نور بنویسیم من حیث الهدایه، از جهت هدایت چی هست؟ نور هست. نور دو تفسیر دارد، یکی تفسیرش کتاب هست و کتاب مبین تفسیر نور هست، واو تفسیریه هست. نور آمده از جهت هدایت و کتاب مبین آمده من حیث الجامعیت، از این جهت که چی هست؟ بسیار جامع هست، مبین هست، آشکارا هست. یا اینکه نورون تفسیرش رسول الله هست. بعضم رسول الله صفتش نوره، همونطور که یک نور راه را روشن میکنه، رسول الله صلی الله علیه وسلم راه زندگی را، راه دنیا و آخرت را برای انسانها روشن میکنه. قد جاءکم من الله نور، نور آمده از جهت هدایت و کتاب مبین. چگونه نوری هست؟ الله میفرماید یهدی به الله، به وسیله این الله راهنمایی میکنه، به وسیله کتاب. من اتبع رضوانه، اون انسانی که پیرو رضای الله باشد، مخلصین مستفیدین من الکتاب. سبل السلام کجا راهنمایی میکند؟ مفعول دوم یهدی، یهدی به متعلق یهدی، لفظ جلاله الله فاعل یهدی. من اتبع رضوانه مفعول اول، الله راهنمایی میکند کی را؟ من اتبع رضوانه. کجا راهنمایی میکنه؟ مفعول دوم سبل السلام، راه مستقیم، راه راست. و یخرجهم، حکمت دوم، و یخرجهم، الله به وسیله این کتاب بیرون میکند من الظلمات، از شرک و کفر و بدعت، الى النور، بسوی توحید و ایمان و سنت، باذنه، بتوفیقه، و یهدیهم الى صراط مستقیم، راهنمایی به صراط مستقیم میکند. اما این پیغمبر که آمده راهنمایی به توحید،
راهنمایی به نور، راهنمایی به یکتاپرستی. متاسفانه اهل کتاب، مسیحیت، این اهل کتابی که الله ترغیب داد یا اهل الکتاب، این اهل کتاب چی کرد؟ کفر کرد. این اهل کتاب خداوند را خوب نشناخت. الله می فرماید لقد کفر الذین قالوا، بدون شک به درستی کفر کردن کسانی که قالوا، گفتن ان الله هو المسیح ابن مریم. اونا خودشون هم سرگردان، گاهی می گفتن الله خود مسیح هست، گاهی می گفتن مسیح ابن الله هست. ان الله هو المسیح ابن مریم. الله تعالی استفهام می فرماید در مقابل این عقیده خرافیشون. الله می فرماید قل فمن یملک من الله شیئا، اگر خدا بخواهد خود مسیح را بمیراند، موت بده، کی هست که اختیاری داشته باشد جلوی خدا را بگیرد؟ این نفی شرک فی التصرف است. قل فمن یملک من الله شیئا، چه کسی هست مالک از خدا، یعنی اختیاری دارد در نزد خدای عزوجل؟ ان اراد، اگر خدا بخواهد ان یهلک المسیح ابن مریم، هلاک بکند، از بین ببرد مسیح ابن مریم را، و امه و مادر مسیح را، مریم را، و من فی الارض جمیعا، تعمیم بعد از تخصیص، همه انسان های روی زمین را. کی هست؟ شما میایید میگید که مسیح خداست. الله عزوجل این استفهام انکاریه. آیا کسی هست؟ نیست. استفهام انکاری معنی نفی. پس الله عزوجل میفرماید ولله، بنویسید لا عیسی و امه، لا لعیسی و امه، ولله، فقط و فقط برای الله است، ملک السماوات والارض، ملک و پادشاهی. ملک یا پادشاهی یا ملکیت. خب پادشاه هم مالکه. ملک السماوات والارض و ما بینهما، و آنچه که در میان آسمان ها و زمین است. یخلق ما یشاء، خالقیت. اول مالکیت، ملک السماوات، دوم خالقیت. یخلق ما یشاء، لا عیسی و امه لانهما مخلوقان. خدا هست که هر چی خلق می کند. والله على كل شيء قدیر. اول مالکیت، دوم خالقیت، سوم تصرف. هر چیز بر هر چیز قادر است، قادریت. نه عیسی و امه لانهما مقدوران، بر اونها قدرت قادر اجرا میشه، لانهما مقدوران. اکنون الله تعالی زجر بر یهود و بر نصارا، اینها با این عقیده شرکی و کفریشان آمدن محبوب خدا میشن. و قالت الیهود و النصارا، یهودی ها و مسیحی ها میگند نحن ابناء الله. زجر علی الیهود علی سبیل الترقی و النصارا، نحن ابناء الله، ما فرزندان خدا هستیم. فرزند خدا یعنی چه؟ یعنی و احباؤه، یعنی کسی به دوستی کسی را که دوست داشته باشه میگه فرزند، پسرم. لذا اونها معتقدند که ما را در تورات خداوند یهودی ها را فرزند گفته، یعنی محبوب. پس ما محبوبان خدا هستیم. الله میفرماید که اگر شما محبوب خدایی، چرا خدا شما را در طول تاریخ به عذابها و شکنجه های مختلفی گرفتار کرد؟ قرده شدید، خنزیر شدید، تمام هلاکت ها آمد. قوم عمالقه آمد شما را خوار و زبون کرد. فرعون آمد شما را برده قرار داد. این دلیل محبوبیت شماست. قل فلم یعذبکم بذنوبکم، و باز چرا خداوند در آخرت شما را عذاب میده؟ نخیر، شما امتیازی ندارید. بل انتم بشر ممن خلق، شما بشری هستید از بقیه مخلوقات. یغفر لمن یشاء، الله هر کسی را که بخواهد میبخشد. و یعذب من یشاء، هر کسی را که بخواهد عذاب میده. ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط این علت است. چرا میخواد؟ چون ملک مال او هست،
پادشاهی مالی او هست. ولله ملک السماوات والارض، فقط و فقط برای الله است پادشاهی آسمان ها و زمین و ما بینهما و آنچه که ما بینشان هست. و الیه المصیر، فقط و فقط به سوی اوست مرجع. خب هر جا تاکید کردم، یادآوری کردم، اینجا نکردم، خودتون میفهمید. لله ملک السماوات، الیه المصیر، همین ها تقدیم ما حقه التأخیر هست، همین ها مفید چیند؟ حصر هستند. یا اهل الكتاب، بعد از زجر و بعد از خباثت های اونها اکنون الله ترغیب میده به سوی ایمان. یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. ای اهل کتاب، رسول ما آمده، رسول که فریضه رسول، یبین لکم، احکام را شفاف برای شما بیان میکنه، راه را شفاف برای شما واضح میکنه. رسولی که علی فترة من الرسل، بعد از انقطاع از رسول آمد، بر انقطاع طولانی 5 قرن از زمان سیدنا عیسی گذشته تا آمدن این رسول، یک انقطاع طولانی شد. اکنون آمده باید شما انسان ها تشنه باشید، تشنه هدایت، تشنه وحی و تشنه راهنمایی خدا. لذا الله می فرماید ان تقولوا، حکمت بعثت بنیست، ان تقولوا یعنی رسول آمد لئلا تقولوا، در واقع هست، یا من ان تقولوا، من مقدر است، آمد من ان تقولوا، از این که شما نگویید ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، هیچ بشیری مژده دهنده و هیچ منذری برای ما نیامد. الله می فرماید این بهانه نباشد، لذا آگاه باشید. فقد جاءكم بشیر و نذیر، بشیر آمد پیش شما، نذیر آمد پیش شما، لذا اکنون از بشارتش استفاده بکنید، از آنچه که میترساند بترسید، برحذر باشید و قطعا بدانید والله علی کل شیء قدیر، الله عزوجل بر هر چیز قادر است. الله وقتی که بخواهد شما را به عذاب گرفتار بکند، به اشد مجازات و عذاب گرفتارتان میکند. صدق الله مولانا العظیم. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين أسمى المعاني في السطور نسمو بها دنيا ودين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين في حفظه تحلو الأمور ما خاب من يرجو المعين نلقى الشفاعة في النشور بدلائل النور المبين بدلائل النور المبين. من فيض مولانا الغفور قرآن رب العالمين جاء لنا نبراس نور فيه السعادة واليقين